الو سلام علیکم. و علیکم سلام. همینجا اگر ممکن باشه من همین دو چیز دارم گپ زنم، ممکن نباشه برم. نه بفرما، اگر یکم تحقیر رو داشتم نباشه چرا بفرما. من یکم کسا تحقیر نکردم، این تحقیر هم نمیکنم، با یکم سیاست هم چقدر نیستم، با یکم کارم همین دو چیزی که اصلا همین مردم میرویم میگه که یکم چی در عرصه میگه که بین الملل جهان پرزیدنت مردم ها معرفی کرد. من میخوام که همین جواب بتون که چه معرفی کرد تا همین روزه برای چی ما را جهان نمیشناخت، این روز شناخت که همین ملت ما هستیم. همین را میخوام جواب بتون. بفرما. ما وقتی بود دورای شوروی بود چی بود، مردمی ما در حدود وطن کار میکرد. نطوری گپم در روسیه هم بودیم. بله بودیم اما در زمان نه در روسیه هم ما بودیم و نبودیم که ما مثال مهاجر در بدر خونه در روسیه رابطه است یا در دیگر دولت نظام اون وقت فرق میکرد کلا یا نظام دیگر بود. بله نه بله ما بودیم با ای درجه نبودیم که بله. بله. ما مثال کم بیشی ملت ما بود او بود که مثال ما یاد دارم که یا خیلیش می اومد ژیگولی 96 می بردن، 11 می بردن، 91 می بردن، ای روسیه ای دیگه دولت ها لیکن ما را جهان نمیشناخت. حاضی چی نظام آمد؟ حاضی آمده که مردم ما مهاجر شید، می رود در خونه رس می رود می پرسد مثال چی رابطه است در ادکودا میگه مثال تاجیکستان و ناتیا تاجیک همه چیز ما را شناختند که بودایم خیناتسیا خوزی میبروید چی میگه که جهان در ما را هم شناخت و شناخت ما را چی شناختند؟ غلام. بله همه را بید نون که یکم مثال که جهان مرادی حدی اقل یک جهان ما را مهاجر. اینترنت هم بسیار ضعیف است برادر. نه ما بسیار باور که نگاه میکنم یک گپ دارم جهان ما را شناخته دولت ما گلگون شکوفانه مایلش ما فلوتیف نیستم خدا ای زیادش کنه طلبی ما همیه که ما میخوایم در وطن کار کنیم. تا این روز میگه که نسلی نورس رفته هستن ایش با ای گروه ایش با ای گروه ایجا ایسنشا فکر کنه که جزیر میشوه این نسل. مردم فرزندای ما به پدر کلان شده سه به پدر رو 5 سال 6 سال 7 سال کمی کم 2 سال ای وطن بیرونن. بله گیجو شما میخواد نسلی نورس نسلی نورس که پدر وقتی تربیه نتا پدر وقتی دبری اون نباشه حسابی به پدر نسل دیگه نمیره پیش به یه حال. پدر 5000 کیلومتر 10,000 کیلومتر دور باید زنگ تلفنی بچم با این نمیشه وقتی در یک دولت سیاست نباشه و دولت پیش نمیره و در یک اویلا سیاست نباشه و نمیره پیش. گیجو نگاه که مردم گیجو را نگاه داره با سیاست چقم نشه و ما طلب داریم ما را بکار تامین کنیم ما بگه بریم رنگ دیگه ملت ها وریم ما بریم خونه ما سهر بیم کار کنیم نه اینکه ما مثل یک نو کار کنیم ما را 800 سم بتی حالی میچه آردد 350 سم کنیم. نوروز برای من ایدیات اسلامیش من نمیگم ما اسلامی نیستم نه که وقت جمعه ما در پسترین ما 2 میلیون مهاجر داریم. نوروز برای ما چی در کاره؟ برای ما زواد در کار فابریکه در کار ما کار کنیم.
مخزه فقط یک گپ داره دولت بهشت ما در چوه آدم برای بهشت این مهنت بکنه مردم ما بهشت بگریزن بله سوزان نگاه میکنه بلیت قیمت میکنه و در کدام دولت هم خیلی نرخی بلیت در گیجوه 40,000 50,000 100,000 میکنه خیلی بس بدگیست آخی میستیم او در دهنمون میگیریم چکه نمیشیم او این قدر ظلم گیجوه گاو میزنه میگه بسواد خوندگی نیست او من خوندگی او گیجو منه مثل بیا کار چی کنه که من اوده کار نروم او این قدر بسواده میروین گاو میزنه او من کار ندارم با یکم سیاست او من دوم سری همیه که او خیلی من خوندگیم چی نمینه او بگی دیگه دولت ها رو بته علفو که یک جاروبه یک چیده ما مثل کار کنیم دولتانمون باز بدگیست میاره رئیس میمونه بچه او بلند روی میگرده ما نونی خودا نداریم بخیزیم برایم بگیم که ما اومده در کار نیست وطن بیشت آسایه که ما گشنه باشم گوده که ما گشنه باشه 24 خواهین ملت اوش خواهین او گیجو برایم ما دیگه شکایت کنیم گیجو دیگه جوز برو بگو میگه که تو ای تیما گاوزه بگی دافش که ترمامون منم او باس من در طرف 24 نه 44 نه 48 ما حقا میگم باس کنین 99% اومد در روسیه چی کارو که وطن زاتو تنجای تو آخه گیجو تنج باشد تو چی میکوی دیجا واقعا چی میکوی بله او برا دا وطنی تنج کار که مثال بین تو جیش که نشد دیگه چی نگاه که مثال روسیه با مسلم روسیه را مثال دولتی رنگ همه ما مثل دولتی دیکتاتوری من نمیگم که روسیه دولتی چیه چی باید روسیه چهروندش با ماشین میاد کار با ماشین میره اما حدی اقل گوتی همون چیزا با پامون نیست همون کار بریم چی جو میروی ای سلمان تو بگو که تو یکم گلشینان ده او گل چی در کاره برای ما ارچه چی در کاره برای ما ملتی کم بغل برای ما یا سیب در کاره که میوش ها بگیرم بخرم چی در کاره ما 10 میلیون بیارم ارچه بشونونم بس مردم بو میگم بس کنین نسل برهم نتین یا الله بس قرآن من کدام کو فرزند تا برده پیشی یا همسایت یک قاری قرآن همسایت بچید کو بر پاپرو بید که من کو بخونه فرزندی تو 18 ساله را نروه مچید بوم برا دیگه بعد 18 ساله اون نمیروه 18 ساله بینماز گشت دیگه او را در روی دین راست کردن قینه کسی دین هم میدونه خیرش تحلیل کنه بگو و بس کنه نه با سیاست چطور نشه بچی طلب که کار ما را جای کار تامین کنه بس بدگی بله 30 سال نه من خودم روزه 20 سال شید مهاجرت 20 سال این روز دواتن کار میشه پگاه میشه میریم مردی تاجیک هم میقفن میگه دپارتاسیا مینیم گیریه مینه ایون نامفهم بیلو ترا میگیریم خونه دوین بکنیم او یک محتمه بگیم برو بگو که کو قدمت برای دپارتاسیا نکدن تو 100,000 200,000 آمیتی که من نکنین وطنم رویم نکنین او تو چی با بهشت بو میگردونی او تو چوه آدم برای بهشت جان میتن تو پول میتی که من بهشت روانه نکنی این روز میخیزه بس مرچن گرد زنید
و من نمیگم برای میتینگ کنه، نره جنگ نکنه، میتینگ نکنه، اروژیا نگیره، حدی اقل گاب زنه جای کار شما رو تامین کنه. 10 میلیون داناوروزی میتن رقص. ما بزرگ ما این نوروزی که 20 سال شد من ندیدمش. کی میکنه اون نوروزی را؟ کی میکنه؟ بی شبکه اینترنتی را بینه اون زن کتی گریه کرد زور زور که مرا یاردم کنه در نوروزی گودکی ما پول نیافته نموندنش بروا. گودکی ما در سال نو میگه آشی پلاو خورده. چخه مسلمونه نه به یا نانزم بالله شما چخه بدرو ببین چه حاله در نوروزی پول نده نمیمونند برای گودکم نمیمونند بروا. لباس هم میره بزرگ میخری میقفند که این لباس نخری اچو فرزندی من را قبیلم فرزندی من نمیپوشش کو تا همون را میگه بخر نپوشیرم مایل است پول بده بخرش. چی گپایی خودش چی گپایی من نفهمیدستم. نکنین چکا نشی مثال بس کنین بس دولتی ما گل داره ارچه داره تو گل شنوندی تو باید گاو نزنی. یک چی را بگه که برا با کار تامین کنی همچو مثال حد اقل مثال ماشین نه کاتیج نه مثال دیگر چیزا وره هم کوارتیر هم کاتیج نه ما هم یک خونه در قشلاق نون منابی این بخریم تمام. سلامت باشی برادر. تشکر. مایل شکر. زنده باشید. واقعا در دل هزارها شاید میلیون ها را در همه چند دقیقه که حرف زدی گفتی. واقعا خوش به حالت برادر. زنده باشی. خدا کنه که تمام مردم ما همین فهمش داشته باشه. خدا کنه که تمام جوانان ما تمام مهاجرای ما در همین دیدگاه باشن که آخای بس است دیگر. واقعا بس است دیگر. واقعا 2 ساله یا که 3 ساله نسل ما مهاجر آمد امروز هم آمده ایستاده است. عاقبت این ملت کجا میرود؟ لااقل از فرصت طلایی که روی دست داشتین سالانه 4 میلیارد دلاری که همین مهاجر روان میکرد اگر همین را شما در لنجراور سامان در فراری نمیدونم تخمینه در مرسدس زایر در نمیدونم دیگر ماشین گرانبهایی که دارین اگر این میلیاردها را خرج و مصرف نمیکردین اگر ایران میگرفتین یک شرکتی بزرگ یک کارخانه بزرگ یک تجارتی بزرگ یک نمیدونم 10 چیزهای دیگه است که میکردین یک مهاجری که 10 سال مهاجرت رفت از خسته شده است میرفت در وطنش کار میکرد. امروز اگر سیاست دنیا را میبینین اگر واقعا باز هم میگم یک کمی دیگر نیاز به انتظاری داره که دنیا چی میشود. اگر چپگردان شد و حق و باطل حق پیروز شد در مقابل باطل مطمئن باشین که فضای مهاجرتی ما بسیار تنگ میشود. مردم ما دست به دزدی دست به چپه کردن دست به غارت کردن شرکت ها و کارخانه ها و مغازه های روس ها میزنند و این مردم زیر شته زیر تحقیر زیر تجاوز زیر زندان های روس قرار میگیرن و این ملت کسی دفاع کردن. بچه ها بروز میگه میمونه دزدی نکنه خوبش میکن دزدی نکنه اما اصلی مسئله را فکر نمیکنن که حکومت در برابر این شانس طلایی که داشت ملت با پای خودش سالانه مهاجرت میرفت 4 میلیارد تا 2.5 میلیارد درآمدی که میآورد او را میگرفت سرفکران در این پرچمای بی معنی که چپا میشود در اون نوروزی های بی معنی که خرج میشود در اون گل های بی معنی در اون سفرهایی که یک راهبر کشور میبیاد شما میرین از ازبکستان تربوز و میوه‌جات میارین از خیتای میرین گل های مخصوص میارین برای پیرا و خواجاتون. اگر پول مهاجر در اینجا صرف نمیشد اگر پول مهاجر در اون ویلاها و در اون دچه های بزرگتون صرف نمیشد میدونین پول مهاجر در کجا صرف میشد؟ در کارخانه در شرکت در دیگر چیزهای بزرگ صرف میشد. حتما ما و شما امروز چیکار میکردیم؟ یک جامعه خیلی خوب یک جامعه درست داشتیم. فضای روسیه ویران میشد مهاجر در وطنش کار داشت.